بکنم مامان تا حالا نیده بوده یه پسر بیاد برای کاشته نکن. مامان نه براش گفتم. سلام، چطوری نشکوی من؟ چه خبرها؟ بچه ها یه مدت نبودم، ببخشید دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید. بچه ها من از خونه زدم بیرون. امروز ولاگ متفاوت داریم درباره ناخن‌ها. میخوام من واسه ترمیم، شاید واسه خیلیاتون جالب باشه، واسه همین گفتم که یه ولاگ بگیرم. شاید خوشتون اومد، شاید چی میگن قدم روی سر مار گذاشتین اومدید توی یوتیوب نگاه کردین ولاگمو، واسه تو میذارم. خوشحال میشم ببینی. اول از همه سابسکرایب، لایک، کامنت یادت نره. ما قبل از میدون خروس هستیم، یعنی من بچه دارم اونجا سوار اتوبوس بشم. من خونه دوستم که کار ناخن انجام میده. خب بچه ها من باید با خط 320 برم که 9 دقیقه دیگه میاد. بچه هم منتظرم. اینم از منتظر بودن من. بچه ها اینم کارت اتوبوسیه که باید همه داشته باشن، چون اصلا نقدی قبول نمیکنم، فقط کارت. اینم دنیزلی کارت مخصوص دنیزلی. خب بچه اتوبوسمون هم اومد، باید سواریم بشیم. خب بچه ما تو هستیم، داریم میریم. شاید صدام ضعیف بیاد چون که اینجا اتوبوس خیلی صدا میده. تقریبا یه 10 دقیقه دیگه میرسیم. خب خوشگله من رسیدم، سر کوچه هستم، دارم میرم. بچه ها میخوام یه چیزشو تغییر بدم ناخونم. اینو فاک نوشتم روش، بعد میخوام پاکش کنم. تاریخ تولدم 1997. بریم ببینیم که چه خبره. چقدر این کوچه بازه، یاد این سریال ترکی ها میفتم. بچه ها کوچه اشتباه اومدم، دوباره با برگردم. گفتن کوچه چقدر خوشگل شده، یه کوچه اومدم عقب‌تر. کوچه این بود، گفتم چقدر تنگ شده کوچه. خب باید اینجا بریم سمت راست، ولی من کوچه قبلی رفتم دیدم خدا سمت راستی نداره. از اونجایی که من عاشق ازگیلم، مخصوصا سبز که باشه تو باشه دیگه، تو راه چند تا دیدم چیدم که بخورم. رسیدیم دیگه، الان میریم بالا دیگه. میریم بالا. نوروز ما از وسط رو فیلم میگم. برو بچ ما رسیدیم. لنگ لنگ لنگ. خب میخوام شروع کنیم. این هم منم که از هارت ماتریکس خارج شدم. عینک زدم واسه تون حال کنم. تنگ دلم واسه کوچمون، بچه محله ها خونمون، واسه وسطی و قای موشک تو زنگای تفریح مدرسمون. تنگ دلم واسه مهمونیا، زخم تنم بد شیطونیا، ذوق شکستن قولک پول، نصف جهان و بریونیاش. کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش میشد واقع این تلقین و کاش میشد. کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و کاش میشد واقع
یادش بخیر چقدر قهر و دعواهامون بود کوتاه. یه تار سفیدم نمیدیدم حتی تو موهام. یادش بخیر چقدر بی خیال بودیم ما اون روزا. فکر نمیکردم از خونمون بیایم این دور دورا. حیف چقدر قلبمون تنها مونده، ریشم و دردا سوزونده. شدم از این ور مونده از اون ور رونده. کار من تموم شد. چقدر زیبا شد. خیلی ناخنام زیباست. اون دستم که تاریخ تولدم زدم 1997. خب دیگه کارمون تموم شد. بریم برون دوباره براتون فیلم میگیرم. خب بچه‌ها من کارم تموم شد. اینم ناخونام که تاریخ تولدمه. خیلی دوستشون دارم. بعد دیگه الان اومدم پارک انجیل پینا. من سمت بازار، چهارشنبه بازار. نمیدونم اطلاعات در رابطه با چهارشنبه بازار دارن یا نه. یه بازار خیلی باحال، محلی که نه هفتگیه. من خیلی دوستش دارم. بریم با هم دیگه اونجا براتون فیلم بگیرم کلی حال کنیم. اینم از فضای پارک. خیلی هوا خوبه اینجا. لذت میبرم از این تمیزی و این هوا و چقدر قشنگه. همه چی قشنگه. چقدر قشنگه. خب من که همچنان قدم میزنم. اصلا کلا دارم دور تا دور پارک میگردم. ولی خیلی وقت بود که پارک نیومده بودم. این تایم با فرید میومدیم که اونم کنسل شد دیگه. از بس سرمون شلوغه این روزا، میدونی عزیزم. من اینجام. این قسمت پارکه مثل بخت من میمونه. چمناش خوش شده. انگار بخت من و زلیخا والا. اینم بخت مردم. خب دیگه من از پارک اومدم بیرون. دیگه نزدیکای بازارم میشه گفت تقریبا. یه چهارراه دیگه فاصله. خب بچه‌ها اینم از ورودی بازار. چهارشنبه بازار بیشتر بازار پوشاک و میوه و این چیزاست. حالا من با دو تا از دوستان قرار گذاشتم که اینجا ببینمشون. هم که پیداشون کنم. بچه‌ها اینجا هر چیزی که فکر کنید گیر میاد. قیمت‌ها واقعا خوبه. واقعا قیمت‌ها ارزونی هست. مثلا 150 لیر 200 لیر همه چی هست اینجا. همه چی. اینم خودمم وسط بازار در حال گشتن دوستام، یعنی دنبال اونا دارم میگردم. اینترنت هم ندارم بهشون زنگ بزنم. فقط همینجور دارم چشم میکنم تا ببینمش. از حال هوای بازار فروشنده. شخصای مورد نظر رو پیدا کردم با اجازهتون. میخوام برم رو سرشون. ایناش بچه من اینو آوردن چهارشنبه بازار. عینک هم داره. عینک که الان دیگه چهارشنبه بازار نه. بچه‌ها خدای چهارشنبه بازار خیلی حال میده. عاشق مامانا عاشقشن. منم یک کفش خریدم ولی دیگه قیمتش نمیگه. میریم آیزبیر آب بگیریم. ای وای ها. نه بچه‌ها سلام. ما طبق معمول تشنمون شد. انگار بهشت مونه هواش. اومده او بگیر او. چون طبق معمول میکروفون خاموش شد. اونم از بازار میوه ها تنوع داشته باشین. میوه و سبزی. خب بچه‌ها خستم شد دیگه. همینجا تو بازار دیگه میخوایم کم کم بریم سمت خونه. دیگه ما خریدامون تموم شد، کارمون هم تموم شده. دیگه میخوایم کم کم بریم سمت خونه. کلی هم خرید کردن چون دستمون سنگینه نمیتونیم بیاریم ببریم. خسته کننده است واقعا. دیگه من میخوام سمت خونه، بچه‌ها برن سمت خونه. بچه‌ها من اومدم سوار دلموش شدم. اینم از خریدا. همش میوه این چیزا خریدم چون که
این بازار واقعا میوه خوبی داره. دیگه نزدیک خونه هستم، صدامو میدونم ضعیفه، ببخش. دیگه رسیدم خونه، فیلم میگیرم. خب بچه ها، من رسیدم خونه طبق معمول، خسته و خورد. خیلی خوشحال شدم که امروز با من بودین و وقت تو واسم گذاشتی. میدونی که چقدر دوست دارم. سابسکرایب و لایک و کامنت یادت نره، همیشه پیشتم.